درود و سلام نسبت هر یک شما. امیدوار هستم هر کجای وطن هستیم یا به دیار غربت به سر میبریم لباس عافیت و تندرستی سلامتی نصیبتان باشد. سلام و درود دیگه برای شما. خدا کنه جور باشیم و جمعیتان مبارک باشه. امیدوار هستم جمعه خوب و خوش داشته باشیم. البته دوستای عزیز یادتان نره حتما درود بفرستید و حضرت بهترین عالم حضرت حق سرور کائنات ما حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و فراموشتان نشه حتما درود بفرستید و عزیزان نظریات و پیشنهاداتتان در ممانعتان داشته میشن. نظریاتتان به من به اشتراک بگذارید، اما برای شما ویدیو و یا تصاویری که به اشتراک میگذارم مورد پسند شما قرار میگیره و نمیگیره دیگه حتما دیگه برای من دیگه در کامنت میشه یا در پیام خانه میشه. برای من حتما پیام هایتان رو بگذاریم، من حتما بر یکیش پاسخ میدم و انشاءالله که جواب میدم و کوشش میکنم اما پیشنهادات عملی کنم. گرچند وطن دوستی ما باعث میشه زیادتر من به طبیعت برم و زیبایی های وطن به اشتراک بگذارم. موضوعات مهم طبیعی هم هست، میخوایم اونا را انشاءالله که من روی دست بگیرم برای شما به اشتراک بگذارم. حداقل اما بتونیم یک چیز بیاموزیم اما یک چیز بکنیم اما زیاد نشه که اندک یک چیز مفید برای شما واقعی شود. من انشاءالله که من کوشش میکنم بعد از این برنامه‌های مفید برای شما تقدیم کنم. دیگه همین شما را به علای متعال می سپارم. خداوند مددبان شما باشه. هر جایی که هستید همیشه سلامت باشید. اوقات خوب خوش علامت اکرام یش اسم افغانستان جوادی افغانستان زنده باد افغانستان.